حالا در نزد مجمع تاریخی و فرهنگی استقلال بیش از 18 شهر و ناحیه‌ها جوانان آمادگی راهپیمایی را دارند. راهپیمایی از همینجا آغاز یافته تا نزد باغ کمال خوجندی ادامه می‌یابد. در جمهوری تاجیکستان همساله سنه 23 می روز جوانان با تنتنه تعجیل کرده می شود. با این مناسبت در ولایت سوخت راهپیمایی جوانان با اشتراک بیش از 15,000 نفر آغاز گردید. دستگیری سیاست دولتی جوانان در زیر توجه خاصه پیشوای معظم ملت و رئیس ولایت محترم رجب بای احمدزاده قرار دارد و جوانان ولایت از تمام امکانات ها برخوردار هستند. قابل قید است که همه ساله جوانان ولایت سوخت در راهپیمایی در روز جوانان با یک افتخار بلندی و روحی بلند خاصه اشتراک می‌نمایند. و در برابر جمعیت این جوانان ما فعالان جوانان شهر پنجکین با یک روحیه و تندرستی خویشتن شناسی در اینجا سفر نمودیم و ما جوانان همه وقت ورزشگران کوشش میکنیم که پرچم جمهوری عزیزمون رو در اساحه بین‌المللی بلند بر ما جوانان سعادتمندی دیار خوشبخت از آن هستیم که پیروان اصیل پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان هستیم. سالهای صاحب استقلالی تجلیل عید جوانان می باشد که از نگاه من این بین‌المللی جشن بزرگ است در سرتاسر جمهوری قید کرده می شود. مقصد راهپیمایی ما شکرانه نمودن از این دولت صاحب استقلال، شکرانه نمودن از پیشوای معظم خود که بر ما صلح آورد و این چنین نشان دادن شادی و خرسندی خود در این روز می باشد. افتخار از آن دارم که با فرمان پیشوای ملت یک چند آزمون ها اعلام گردیدند و این چنین استیپندیات ها تشکیل کرده شدند که من یکی از جوانان فخر میکنم که لایق به نام گیرنده استیپندیای پرزیدنتی گردیدم. من درباره امروز عید تجلیل عید جوانان این است که این سرجم نمودن جوانان مناطق گوناگون کشور از جمله مناطق ولایت سوخت که اینها دوستی بین جوانان می باشند. این جشن خیلی برای جوانان یک نیروی سازنده می باشد و برای پیشرفت اساسی جوانان و برای اساساً مایه جوانان ناحیه ظفرآباد خیلی سری وقتی بود. روز جوانان تاجیکستان و همه جوانان جمهوری مبارک باشد. چهاربینی با افتخار روز جوانان در مرکز مأموری ولایت سوخت تحت عنوان ما جوانان پیروان پیشوای ملتیم و جوانان آینده ساز ملتند دایر گردید. در راهپیمایی گیرندگان استیپندیای پرزیدنتی، گیرندگان استیپندیای رئیس ولایت سوخت، گیرندگان استیپندیای رئیسان شهر و ناحیه‌ها، ورزشکاران از همه نمودهای ورزش، دانشجویان، طالب علمان و جوانان فعال ولایت شرکت داشتند. و معلومات نماینده ریاست کار با جوانان شهری سرافشان در شهر 92 نفر گیرندگان استیپندیای پرزیدنتی و 52 نفر گیرندگان استیپندیای رئیس شهر بوده. از آنها همساله 30 نفر را خط اشتراک در راهپیمایی بخشیده به روز جوانان را در ولایت سوخت پیدا نمودند. در عموم زیاده از 800 نفر گیرندگان استیپندیای پرزیدنتی و 20 نفر ورزشکاران از فدراسیون اوشو در ولایت سوخت در روز جوانان شرکت داشتند. امروز بسیار روزی بهترین روز برای جوانان است. همه جوانان تاجیکستان رو با این تبریک گفته و همشان بردباری ها خواهان. همه ساله سنه 23 مای روز جوانان تاجیکستان در قلمرو جمهوری تعطیل کرده می شود و تمام جوانان کشور را از جمله جوانان شهر خوجند و ولایت سوخت را با روز جوانان تاجیکستان تبریک و مبارکباد می نمایم. مسابقه‌های جمهوری به غیر از این در مسابقه‌های آسیای میانوی اشتراک کرده جای‌های اول را اشغال کرده‌ام. من می‌خواهم که این روز 23 مای همه باید جوانان همه را تبریک نمایم. روز جوانان تاجیکستان و همه شمایان مبارک باشد. دائما جوان بمانید. تاجیکستان به پیش تحت چنین عنوان راهپیمایی عمومی از نزد مجمع تاریخی فرهنگی استقلال آغاز گردید که در آن زیاده از 15,000 نفر جوانان از تمام مناطق کشور از 18 شهر و نواحی ولایت سوخت اشتراک نمودند و این راهپیمایی تا نزد باغ کمال خوجندی ادامه می‌یابد. جوانان را کنسرت عیدانه انتظار است. راهپیمایی جوانان تا نزد تئاتر کمال خوجندی ادامه کرد. در این موضع رئیس ولایت سوخت رجب بای احمدزاده سخن کرده ساکنان ولایت مخصوصا جوانان را به این سنه مهم تبریک نمود.
از نام اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امام علی رحمان ساکنان ولایت سوخت و شهر خوجند را جوانان فعال ولایت و در سویگاه شما کل مردم سربلند خصوصا جوانان سعادتیار ولایت سوخت را که در اصل وفای کشور و ملت و سازندگان فردای وطن محبوب و صاحب استقلالمان هستید و مناسبت روز جوانان تاجیکستان صمیمانه تبریک و مبارکباد گفته و همگان صحتمندی کامل وقت و اقبالی نکرد و برای کامیابی‌ها تمنا می‌نمایم. رئیس ولایت سوخت رجب‌بای احمدزاده هنگام سخنرانی تاکید کرد که 50,000 نفر جوانان ولایت در 20 کشورهای خارج تحصیل علم دارند و گفت که 70% اهالی کشور و 35% اهالی ولایت یعنی 930,900 نفر را جوانان تشکیل می‌دهند که آنها برای رشد جمعیت در ساختارهای گوناگون فعالیت نموده سهم خود را می‌گذارند. برنامه فرهنگی و فراغت با اشتراک سرایندگان نامی جمهوری و ولایت بر روز جوانان تراوت دیگر بخشید. ما شدیم از هم جدا رفتی از من اما تا کجا در دلم اندوه راست باز تاکید به یاد آور است که گذرانیدن روز جوانان همساله به حکم عنعنه درآمده جوانان از روز خود با افتخار تجلیل می‌نمایند. گزارش شهزاده ایوبов و سید مختار سیدانور نعیم جان ایوبов برای برنامه اطلاعاتی خبر.